چه می شود اگر ایالات متحده آمریکا ناپدید شود؟ 25% از تولید ناخالص جهان از فهرست جهانی حذف خواهد شد. 30% از تجارت مواد مخدر از بین خواهد رفت. مکزیک برشکسته می شود. ونزوئلا و کوبا کشورهای شادتری خواهند شد. چین قطعا تایوان را تصاحب می کند. کره شمالی به کمک چین کره جنوبی را فتح خواهد کرد. سازمان ناتو فروپاش می شود و روسیه شرق اوکراین کشورهای بالتیک و احتمالاً فنلاند را تصاحب می‌کند. روسیه همچنین نفوذ خود را در قطب شمال گسترش خواهد داد. مصر کنترل کامل کانال سوئز را به دست خواهند گرفت. اسرائیل دوران بسیار سخت را خواهند سپری کرد. ایران و ترکیه سعی می‌کنند قدرت خود را در خاورمیانه افزایش دهد. عربستان سعودی یک بلوک یا منطقه سنی را علیه ایران تشکیل خواهند داد. بدون دیپلماسی آمریکا، هند و پاکستان ممکن است جنگ هسته‌ای را آغاز کنند.